السلام عليكم. مرحبا أحبتي، أهلا وسهلا بكم في الجلسة الثالثة لتعليم اللغة العربية. سلام دوستان، به جلسه سوم یادگیری زبان عربی خوش اومدید. دوستان، بعد همین ویدیو میتونید خیلی از کارای روزمره‌تون رو به عربی تعریف کنید. اولین قدم اینه که چند تا از کاربردی ترین فعل هایی که در طول روز همه تون ازش استفاده میکنید رو یاد بگیرید. مثلا رفتن، راه، آمدن، اجه، برگشتن، رجع، خریدن، اشتر، سلام کردن، سلم، خوردن، اکل، صحبت کردن، اتکلم. دوستان عزیز، تو جلسه بعدی میخوایم با استفاده از همین فعل هایی که یاد گرفتیم جمله بسازیم و صحبت کنیم. ویدیو رو لایک کنید و منتظر جلسه بعدی باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.